ضرب المثل و مقالهای مولداوی. فکری صبح را از بیگاه شروع کن. اگر صبر کنی توانا هم می شوی. از پس مگس با تبر نمی روند. کسی که دو بار به قفا می نگرد هیچ چیز را از دست نمی دهد. کسی راه نگردد نمی افتد. چگونگی اسب را در کوه می فهمی و چگونگی دوست را در مشکلی. آهن را باید در وقت گرمیش کوفت. کار خوب از بیکاری کلان به است. ابر خورد می تواند درخت کلان را بیفتاند. دوست را نه در 3 روز بلکه در 3 سال بشناس. کسی که سراسیمه است یک کار را 2 بار به انجام می رساند. با انگشت چقوری بحر را چین کردن نمی شود. درخت با ریشه‌اش با قوت است، انسان با دوستش.